بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، الله سبحانه وتعالى در سوره بقره فضیلت حضرت آدم علیه السلام را بیان کرد. الله تعالی گفت که وعلم آدم الاسماء كلها. الله تعالی نامی تمام مخلوق ها و موجود ها را به حضرت آدم علیه السلام تعلیم داد. یعنی این کوه است، این اسب است. گفته الله تعالی نامی موجودات را به حضرت آدم علیه السلام تعلیم داد. وعلم آدم الاسماء كلها. الله تعالی به حضرت آدم تمام نام ها را تعلیم داد. نه فقط نام ها را. اسم این نام است. مسما این چیزی که صاحب نام است. مثلا سنگ، کلمه سنگ این اسم است، لیکن خود سنگ این مسما هست. یعنی هم مسما را تعلیم داد که انا همین سنگ است، این شتر است. حتی بعض مفسرها رحمت الله علیهم میگویند که الله تعالی هم اسم کبیر و اسم مصغرش را هم تعلیم داد. مثلا قصعتون طبق است و این چونین صیغه تصغیرش یعنی طبقچه. چخیلی که حسن نام دارد، لیکن حسینش حسنچه هست، یعنی صیغه تصغیر میگم. انس اونیس، انس انسچه. حتی همین ها را هم تعلیم داد. و بعض علما در تفسیر این آیت گفتند که الله تعالی تمام چیز را تعلیم داد به حضرت آدم علیه السلام. حتی زبان ها هم که 7000 زبان هست عین حال، ولی بودند بعضی زبان هایی که نابود شدن، مضمحل شدن، از بین رفت، یا بعضی زبان هایی که کم استفاده شدند، زبانی مشهور نیست. مثلا الان از همه زبان مشهور این زبان انگلیسی هست و بعد از آن زبان عربی هست و اینچنین زبان خیتایی هست از سبب بسیار بودن اهالی مردم خیتای. و اینچنین زبان خیتایی هم یکی از قدیمترین زبان ها هست. 10 قدیمترین زبان ها هست، یکی آن زبان خیتایی هست. یعنی الله تعالی همه این نام ها را به حضرت آدم علیه السلام تعلیم داد. و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه. سپس همون مسماها را، همون اشیاها را، مثلا کوه و درخت و اسب و موجودات را به فرشته ها پیشنهاد کرد. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. ای فرشته ها، اگر شما راستگوی باشید در کدام قول؟ در آن قولشان که پروردگارا برای چی تو آدم را می آفری؟ آدم مانند جنها هم در روی زمین فسادکاری می کند، خون ریزی می کند. چی لازم؟ ما باشیم تو را تسبیح می گوییم، تو را ذکر می کنیم، یعنی ما همیشه در طاعت و عبادت تو هستیم گفته بودند. الله تعالی گفته بود که اینی اعلم ما لا تعلمون. من چیزهایی را میدانم که شما نمیدانید. و اون نام ها را الله تعالی به حضرت آدم علیه السلام تعلیم داد. سپس به فرشته ها گفت که انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اگر شما راستگوی باشید در آن قولتان که ما از آدم بهتر، گفتند اگر همون قولتان راست باشد شما نام این مخلوقات را به من خبر دهید. قال یا آدم انبئهم باسمائهم. اونا نتوانستند. گفتند که سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. پروردگارا تو پاک هستی
ما هیچ علمی نداریم مگر آن علمی که تو به ما تعلیم دادی. یعنی ما نام این مخلوقات را نمیدانیم گفتن. ما نام مخلوقات را نمیدانیم گفتن. بعد الله تعالی که یا آدم انبئهم باسمائهم، ای آدم به فرشته ها نام این موجودات را خبر ده. از نام این موجودات فرشته ها را آگاه کن. فلما انبأهم باسمائهم قال علم اقول لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقتی که حضرت آدم نام موجودات را گفتند، چیزی که فرشته ها ندانستند، بعد الله تعالی که ای فرشته ها، مگر من به شما نگفتم که من غیبی آسمان های و زمین ها را میدانم؟ آن چیزی که شما آشکارا میکنید و پنهان میکنید من همه چیز را میدانم، مگر من همین خیلی نگفتم؟ یعنی فرشته ها را الله تعالی تنبیه داد. یه مراتبه به همین آیت نگاه کنید. حضرت آدم در اینجا علم دینی داشتند یا علم دنیوی؟ نام مخلوقات را دانستند. مثلا این نوع تلفن مثلا سامسونگ است، اینش مثلا آیفون است گفتن. علم دینی هست یا علم دنیوی هست؟ این علم دنیوی هست، چون که علم دینی درباره الله تعالی و شریعت آیدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخن میکند با دلیل ها. علم دنیوی هر چیزی که آیدی دنیا هست. ببینید حضرت آدم علیه السلام نام موجودات را دانستند، فرشته ها ندانستند. بعد الله تعالی چی گفت؟ و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین. ما به فرشته ها گفتیم، الله تعالی میگوید اسجدوا لآدم، با آدم سری تعظیم فرورید، سجده کنید. این سجده بعض آدم ها از مفسرین میگن که مراد از این سجده سجده انحنا میگن، یعنی سجده تعظیم، سری فرود آرید، به بزرگی آدم علیه السلام دیگر قائل شوید، سری تعظیم خم کنید. یک معنایش سجده حقیقیه که ما در نماز سجده میکنیم، لیکن بعضی علما گفتن که این سجده اصلا به الله بودو، لیکن آنها به طرف آدم علیه السلام نگاه کرده سجده کردن. امر همین خیلی شد میگن. یعنی آدم در طرف قبله صحابه ها فرشته ها ایستادند، حضرت آدم در قبله فرشته ها ایستادند، فرشته ها به الله تعالی سجده کردند، لیکن بین الله تعالی و بین فرشته ها آدم علیه السلام بود. بنابراین از همین جا شاید بعضی علما اشاره کردند که کلمه قبلگاه، بعضی مردم تاجیک پدر را قبلگاه میگن، شاید گفتن سببی پدر را قبلگاه گفتن از همین جا باشد، چون که حضرت آدم علیه السلام پدری آدمیزاد هستند، ابوالبشر، پدری تمام انسانیت هستند. الله تعالی سلام و درود به حضرت آدم و به جمله پیغمبرها و علل خصوص به پایان و خاتمه ایشان به جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام و درود فرستاند. خلاصه حضرت آدم علیه السلام ببینید در اینجا الله تعالی اشاره به مقام عالی. ببینید حضرت آدم علیه السلام الله تعالی میداند که گناه میکنند. فعصى آدم ربه فغوى، آدم پروردگارش را گناهکاری کرد و برای کج رفت. میداند الله تعالی که آدم گناهکاری میکنه، از جنت رانده میشد، لیکن فرشته ها چی؟ فرشته ها لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. فرشته ها الله تعالی را گناه نمیکنند
همیشه در اطاعت الله تعالی هستند، فرمانهای الله تعالی را اجرا میکنند. لیکن ببینید که فرشته که گناه نمیکنند، در بین آنها جبریل و میکائیل و ملک الموت و اسرافیل و بزرگان فرشتگان هستند. حتی بعضی فرشته ها را پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کردند که یک فرشته را وقتی که الله تعالی آفرید الله اکبر گفته به سجده رفته بود است. سبحان ربی الاعلی گفته در سجده الله تعالی را ذکر میکند. روز قیامت سرش را میبردارد. روز قیامت سر میبردارد. سبحان الله. میگفت است که سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، پروردگارا تو پاک هستی، ما در حقیقت اطاعت تو را به جا آوردیم، بندگی تو را به جا آوردیم. روز قیامت سرش را میبردارد. فرشته ها در اطاعت هستند، لیکن برای چه الله تعالی فرشتگانی که گناه نمیکنند همیشه در طاعت هستند به آدم علیه السلام سجده کن گفت؟ به کدام خاطر؟ به خاطر علم. اون هم با علم دنیوی برادرها، چی جای علم دینی؟ ببینید و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، شما یا مراتب به خاطر بیارید ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ای امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. چون وقتی که ما به فرشتگان گفتیم که اسجدوا لآدم، با آدم سجده کنید، اسجدوا لآدم، با آدم سجده کنید، فسجدوا، همه سجده کرده الا ابلیس، مگر ابلیس که این نامی شیطان است، یک شیطان. اصلا یا برادر کدام روز سوال کرد که همون شیطانی کلانی که به آدم علیه السلام سجده نکرد نامش شیطان است یا نامش جن هست یا نامش ابلیس هست؟ گفته اون نامش ابلیس هست. چه خیلی که الله تعالی که الا ابلیس، مگر ابلیس این نامی همون جن است که بعضی ها میگن که ابوالجن، پدر جن ها میگن، یعنی همین جن بزرگ، جن کلانی که سجده نکرد اسمش ابلیس بود. اما شیطان این صفت است. این شیطان میتواند صفتی آدم ها هم شود، صفتی جن ها هم شود. الله سبحانه و تعالی گفت که شیاطین الانس و الجن، شیطان های انسی و شیطان های جنی گفت. یعنی شیطان ها میشود هم انسی هم جنی. هر کسی که شما را وسوسه به گناه میکند، خواه از جنس آدمیزاد باشد، از جنس انسانیت، خواه از جنس جن باشد، و شیطان است. اما مثلا جنی که به کاری بد وسوسه نمیکنه، جنی مسلمان است یا یک شخص مسلمان، انسان مسلمان است، اونو شیطان نیستن. کدام انسانی که به کاری بد یار و دوستان خود، نزدیکان خود وسوسه کند، و شیطان است، شیطان انسی هست. شیطان انسی ضررش بزرگتر است از شیطان جنی، برای اینکه و از جنس خودمون که هست وسوسه کردنش آسانتر است. خلاصه شیطان این صفت است. جن این اسمی همین مخلوق ها هست. خیلی که اسم جنس انسانیت این انسان هست، ناس، اون آدم ها، انسان ها هست، اونم جن هست و جن ها هست. اون یعنی جن ها میشد مسلمان، جن ها میشود کافر. لیکن این ابلیس فقط نامی یکی از جن ها که این بزرگترین جنی که علم داشت و عالم بود و حتی میگم به فرشته ها درس میگفت، این همین ابلیس است. فسجدوا الا ابلیس. ابلیس سری تعظیم به علم نآورد، باید در پیشگاه علم سری تعظیم، سری خاکساری باید آورد. زانوی ادب در نزد اهل علم میشه و الا علم نمیگیرید. ببینید نتیجه فرشته ها رو بینید که به علم سرخم کردند، خاکساری کردند. اگر به علم خاکساری نکنید علم نمیگیرید. خیلی که در یکی از صحبت ها بیان کردیم، از 7 شرط
طلب علم از 7 شرط های نائل شدن به علم یکیش خاکساری هست. امام بخاری هم از تابعین بزرگوار مجاهد ابن جبر در صحیح بخاری روایت کردن که لا یطلب العلم مستحین ولا مستکبر. گفتن آدمی که متکبر است و آدمی که شرمگین هست علم نمی آموزد. آدم متکبر کبر دارد، میگم من در نزد این دیهاتی چه خیلی علم میگیرم، چه خیلی من در نزد این دیهاتو با آداب میشینم، از این میپرسم. کبر دارد، کلانیگری داره، اون نمیتونه علم گیره. و اینچون شخصی که شرمگین است نمیتوند پرسد. حاضر اگر پرسم شاید گویند که مقصد نخواد همین مسئله عادی را هم ندانی، گفته دیگرها تنقید میکند، گفته خاموش میشینه، در نتیجه از علم محروم میشه. استاد یک گفته میگه طلبه نمیفهمد، دیگرها که نپرسید اینم نمیپرسد که از شرم، اینم علم نمیگیرد. بنابراین یکی از شرط های طلب علم خاکساری، له تغرب و تواضع و ترع و جوع و هم و عصی هواک و تبع. له تواضع، برای علم شده خاکساری کن. محمد ابن قاسم رحمت الله علیه 25 سال در نزد محمد ابن ابراهیم رحمت الله علیه دو زانو نشستن. 25 سال علم گرفتن از یک شخص تا وفاتش. همین خیلی است.